بنابر گزارش‌ها جنگجویان طالب اولی همین ماه با اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان مناقشه کردند و 10 نفر از اعضای این گروه تندرو را کشتند. به گفته برخی از منابع امنیتی، طالبان 60 عضو حرکت اسلامی ازبکستان را اسیر گرفتند و رهبر آنها عثمان غازی را با گناه خیانت به طالبان کشتند. مقامات امنیتی افغانستان درگیری‌ها در ولایت زابل را تصدیق کردند، ولی خبر مرگ عثمان غازی هنوز تایید نشده است. پیوستن حرکت اسلامی ازبکستان به صف گروه دولت اسلامی سبب جنگ طالبان به ضد این گروه بوده است. و صحبت امروزه در همین باره است با همکارم سیراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیوی آزادی. سیراج الدین، خبرها درباره جنگ طالبان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان تا چه حد واقعیت دارند؟ واقعا این حادثه درگیری بین طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در اوایل ماه نوامبر در زابل، ولایت زابل که در جنوب افغانستان واقع است رخ افتاده و طالبان اول 24 ساعت مهلت دادند به حرکت اسلامی ازبکستان، چون حرکت اسلامی ازبکستان سال گذشته به دولت اسلامی بیعت بسته بود و احترام و صداقت خود را اعلام کرده بود. پس از آن طالبان تصمیم گرفتند که حرکت اسلامی ازبکستان را از قلمرو خودشان بیرون کنند. حرکت اسلامی ازبکستان پس از درگیری‌های طولانی در مناطق قبایل نشین پاکستان به قلمرو افغانستان فرار کرده بودند. اکثر آنها در جنوب افغانستان، شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان مناطق خود را داشتند و در زیر کنترل خودشان بعض مناطق ترکنشین و پشتون نشین را داشتند. ولی مطابق خبرهایی که به ما رسیده است در اوایل ماه نوامبر این درگیری رخ افتاده، 3 روز طول کشیده و روز اول طالبان هشدار دادند و گفتند که اگر تسلیم نشوند همه مردان و زنان را میکشند. در نتیجه تقریبا 300 نفر از حرکت اسلامی ازبکستان یا دستگیر شده یا کشته شده و اطلاعی که ما داریم رهبر حرکت اسلامی ازبکستان عثمان غازی گویا به اسیر افتاده و بعداً با تصمیم قوانین شریعه کشته شده. ولی این خبر از منابع مستقل هنوز تصدیق خود را نیافته است و خیلی دشوار است گویم که عثمان غازی زنده است یا کشته شده. و در صورت درست بودن این گزارش ها می توانیم بگوییم که دیگر حرکت اسلامی ازبکستان وجود ندارد، از بین رفته است؟ نه، به نظرم چون حرکت اسلامی ازبکستان نه فقط در جنوب افغانستان بلکه در شمال افغانستان در ولایت فاریاب که در اونجا بیشتر مردم ترکنشین هست، یعنی ازبک ها و ترکمن ها زندگی میکنند و از دستگیری مردم بینی، خب دستگیری مردم بومی آنها را دستگیر میکند و در آنجا نیز تقریبا 2000 نفر با عائله‌شان اونجا مستقر هستند و غیر از این در شمال شرق افغانستان که همسرحد با تاجیکستان است، در ولایت تخار، کندوز و بدخشان نیز آنها یک جای با طالبان علیه نیروهای حکومتی می جنگند. ولی باید گویم که آنهایی که در شمال شرق افغانستان هستند به حرکت طالبان بیعت کردند، نه به داعش. از این لحاظ میتونم گویم که در شمال و شمال شرق افغانستان هنوز نیروهای حرکت اسلامی ازبکستان هست و اطلاعی که ما داریم از کشورهای آسیا مرکزی مخصوصا از ازبکستان و ترکمنستان 10 نفر به این حرکت پیوسته است. تشکر. همکارم سیراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیوی آزادی صحبت میکرد.